آیا میدونید این چیه؟ خب سلام دوستان، خوبید؟ ما چند روز پیش این آینه هم که همینجوری میبینید برگشته توی یه کوچه‌ای از محله‌های پایین شهر داشتم میرفتم. یه کویکی پارک کرده بود. بعد اون قسمتی که پارک کرده بود سمت راننده، سمت خودم، یکم کوچه باریک شده بود، یه پله زده بودن. همینم باعث شد که من حواسم پرت بشه با آینه، حواسم به سمت خودم بود که نرم رو پله و نتیجهش شد این. و حدستون هم درسته، این شیشه آینه بغل اسلیکسیه که دو مدلش هست توی بازار که به اسم اسلیکسی فروخته میشه. یه مدلش به این میخوره، یه مدل دیگهش هست یه قابی دورش هست و این چپ و راستش اجازه مانور رو نمیده، با دیگه هیچی، با جوستیک هم قطعا حرکت نمیکنه، ولی این بهش میخوره. به شیپ و طرح این به قول معروف میشه کاسه آینه. این کاسه آینه ها روی اسلیکس و روی سمندا نصب میشد. حالا نمیدونم ایران خودرو چرا چند نوع مثلا شیپ و طرح زده، هم نزدیکن، خیلی نزدیکن به هم، ولی خب چیزایی که تو بازار هست اینو میگه. اینم اگه بهتون نشون بدم، یه شیشه است، یه شیشه آینه، یه چسب دو طرفه، یه اینم یه قابی که این چسب روش زده میشه و چسب هم زده میشه به پشت آینه که بتونین روی این سوار کنین. یه چند تا جا داره، این 4 تا سوراخ هست که مثل پین میره داخلش که روی اینه و یه فکر کنم یه 8 تایی خار داره که پشت این مثل گیر میکنه. خب بریم برای مراحل نصبش که ببینیم چطوری.